تو این ویدیو میخوام یه نکته خیلی خوبه دیگه در رابطه با بحث صدا توی لوله کشی فاضلاب رو براتون بگم. این نکته مربوط میشه به سیفون توالت ایرانی، زانویی زیر توالت فرنگی و سیفون‌های حمام. بعضی اوقات پیش میاد اون ارتفاعی که آب ریزش میکنه داخل سیفون رو توی اجرا زیاد میگیریم، یعنی ارتفاع عمودی سیفون زیاده و این باعث ایجاد صدا میشه که طبقات زیرین رو آزار میده. ما با کم کردن این فاصله میتونیم این صدا رو کمش بکنیم یا تو شرایطی ممکنه اون رو اینقدر کم بکنیم که اصلا شنیده نشه. بریم روی تصویر دقیقا بهتون توضیح بدم منظورم از این ارتفاع چیه و چیکار بکنیم که بتونیم کمترش بکنیم. این یه نقشه جزئیات توالت شرقی یا توالت ایرانیه که من از نشریه 128 آوردم. اینجا یه سیفون داره که به طور معمول تو این قسمت همیشه آب وجود داره یا همون تله هوابند سیفونه و یه فاصله بین این آب و قسمتی که از داخل توالت فاضلاب و آب به سمت پایین میرسه وجود داره، یعنی فاصله بین اینجا تا این قسمت همیشه وجود داره. بعضی اوقات تو شرایط نصب و اجرای سیفون زمانی که پروژه داره به صورت لوله کشی اجرا میشه یه فاصله زیادی بین این نقطه و این سیفون به وجود میاد. مثلا اینجا یه پل رد شده یا یه سازه‌ای داریم که باعث میشه این فاصله زیاد بشه. هر چقدر این فاصله زیاد بشه ریزش آب توی ارتفاع بیشتری اتفاق میفته و میتونه صدای بیشتری ایجاد بکنه. بنابراین باید دقت بکنیم این فاصله رو خیلی زیاد نگیریم و این بحث اجرایی، یعنی تو زمان اجرا باید بهش توجه بشه. حالا توالت فرنگی هم به همین صورته، ولی خب توی توالت فرنگی ما دیگه سیفون تو قسمت پایین تو زمان لوله کشی نداریم. سیفون اون توی خود توالت فرنگی، یعنی توی این قسمت قرار گرفت. اما بازم یه ارتفاع آبریزی داریم که معمولا از این نقطه شروع میشه تا این نقطه هست. بازم اگر که این فاصله زیاد باشه، یعنی ما بیایم این زانو رو خیلی پایینتر از زیر سقف در نظر بگیریم، این ارتفاع زیاد میشه و میتونه باعث به وجود اومدن صدا بشه که این نکته هم باید توجه بکنیم. و اما در مورد حمام ها، کف حمام ها حداقل یه دونه سیفون داریم که حالا یا تو خود حمومه یا به عنوان زیردوشی قرار میگیره که بازم این سیفون یه تله هواپند داره تو این قسمت که آب توش جمع میشه و یه ارتفاعی داریم که از اونجا آب ریزش میکنه روی این قسمت پایین سیفون. بازم اگر که این سیفون خیلی فاصله زیادی با زیر سقف داشته باشه این ارتفاع آبریز زیاد میشه و میتونه صدای زیادی رو ایجاد بکنه. پس دقت کنین تو این حالت هم سیفون رو تا حدی که ممکنه زیر سقف بچسبونین که این صدا ایجاد نشه. کنار همه این توضیحاتی که گفتم به بحث بستا خیلی دقت بکنین. این بستا اگر که توی نقاط نادرست این سیفون ها نصب بشه میتونه باعث به وجود اومدن صدا بشه. اگه نظری داری لطفاً توی کامنت ها بنویس.